مفتشان در دوشنبه در محل درگیری تفتیشات میبرند که صبح 4 سپتامبر به وقوع پیوسته. در حمله به دستگاه مرکزی وزارت دفاع در دوشنبه و شعبه امور داخلی شهر وحدت 8 مأمور میلیسا و 9 عضو گروه مسلح کشته شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت حمله را عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع رهبری کرده است که او را در همین روز از مقامش گرفتند. وزارت گروه مذکور را تروریستی نامیده است و گفته است که 6 نفر دستگیر شدند ولی عبدالحلیم نظرزاده فرار کرده است. سبب حمله معلوم نیست. در شهر بلگراد پایتخت سربستان پناهجویان از خاورمیانه و افریقا برای گرفتن کمک‌های بشری جمع شدند که سازمان‌های خیریه محلی تقسیم می‌کنند. با پناهجویان که در نزد ایستگاه مرکزی اتوبوس‌ها در بلگراد جمع شدند، آب و شیر، مواد غذایی و وسایل بهداشتی تقسیم کردند. کمک‌های خیریه با ارزش $11,000 را مسلمانان سربستان و سازمان خیریه مرحمت جمع کردند. گروهی از دانشجویان بیجا شده از ولایت وزیرستان شمالی پاکستان در شهر پشاور تظاهرات کردند. دانشجویان از حکومت طلب داشتند که برای بازگشتن آنها به زادگاه‌هایشان کمک کند. دانشجویان تظاهرگر از میان 1 میلیون نفر مردم وزیرستان شمالی هستند که در نتیجه عملیات حکومت به ضد طالبان در سال گذشته از خانه‌هایشان فرار کردند. جوانان تظاهرگر تهدید کردند که در صورت اجرا نشدن طلب‌هایشان برای تظاهرات به اسلام آباد می روند. در قرقیزستان حماسه‌سرایان از 15 کشور برای شرکت در جشنواره جهانی حماسه‌سرایی جمع آمدند. آنها داستان‌های قدیمی مردمی از قبیل منس را سراییدند که حماسه ملی قرقیزها به حساب می رود. برگزاری جشنواره حماسه‌سرایی در قرقیزستان را از 3 سال پیش و با هدف حفظ ایجادیات مردمی کوچی شروع کردند. جشنواره در میدان علت‌های بیشکک برگزار گردید. در پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه در شهر قزان رامشگران و هنرمندان از چندین کشور دنیا در جشنواره نهم موسیقی یهودی شرکت کردند. عین زمان میری شهر قزان و خاخام‌های شهر برای شرکت در مراسم بازگشایی کنیسای بزرگ 100 ساله قزان جمع آمدند. کنیسای مذکور را در عهد شوروی مقامات گرفته بودند و بعد برگردانیدن آن به جامعه یهودیان این کنیسا بازسازی شد.